من که خیلی لذت می‌برم هر موقع میشینیم در مورد کانسپت جدید حرف میزنیم. خودت مثلا میگی خیلی خوب فهمیدم اوکی گرفتم. نه واسه گاهی اوقات اصلا دیر میرسه میگم بس تموم کردم جون من هر جوری شده برام. ما که چاپخونه نیستیم ولی کانسپت هم کسب و کار ما رو به بدقولی میشناسن همه. طرف مثلا کارت ویزیتش تموم شده میگه ببخشید چاپخونه بدقولی کرد اصلا سفارشو نده. ولی من اذیتتون میکنم دیگه خیلی. ما اذیتتو دوست داریم. بچه‌ها طبیعیه. محمد نه صدای دیگه صدا سوس بود فکر کنم از بچه از خودش بچه ها دهان رکوردیم. خب به سوسا بگین گاهی اوقات هم یه جمله براشون یه بار من اومدم اسم من ننوشتم خیلی ناراحت شدم. آره فکر کنم خودم بودم. خب چطوری شهاب جان؟ خیلی مخلصم احمد جان. دلم تنگ شد برات عزیز دلی. اومدم ببینم گپ بزنیم. قربونت برم. باعث افتخارم. قربون سلامت بشه. اوضاع رو برای همه چی خدا رو شکر. اوضاع بعد از اوضاع جنگ 12 روزه یکم ضعیف‌تر شده، شرایط کار سخت‌تر شده یکم، ولی در کل داریم می‌جنگیم دیگه تو این بازار. آره واقعا این شرایط هم شرایط نرمالی نیست. یه چیزایی هم اضافه میشه دیگه. چند وقت پیش پلم شده بودین خیلی. آره. اذیت شدین. قبلش داشتیم صحبت می‌کردیم گفتی خیلی هزینه بره روزانه. خیلی ببین متاسفانه توی مشهد خیلی اتفاق بیشتره به نسبت شهرهای دیگه. یعنی یه سری سختگیری‌ها هست که فقط مختص شهر ماست. مثلا همین استفاده از فضای بیرونی کافه‌ها، فضای پیاده رو خب تو تمام شهرهای دیگه اجرا میشه. یعنی همه دارن استفاده میکنن ازش. هم شهر رو قشنگ‌تر کرده، هم به جزوی از هویت شهر میشه و هم که از لحاظ اقتصادی برای خود مجموعه خوبه. ولی متاسفانه تو مشهد خیلی این سختگیری بیشتره، خیلی زیاده و به خاطر گذاشتن چند تا صندلی خب منو پلم کردم. توی بحث حجاب هم همینجوریه، این سختگیری زیاده. با این هزینه‌های جاری که الان مجموعه‌ها دارن، بحث نیرو، بحث هزینه جاری، اجاره، همه اینها خیلی سخته برای مجموعه که بخواد پلم بشه و فشار میاد واقعا. آره واقعا سخت شرایط و هر روز که امیدوار میشی باز روز بعد یه چیز دیگه ناامیدت میکنه. ولی خب خیلی خوشحالم که فکر کنم شعبه دورم داری میزنی. این برای من خیلی جذاب بود. کانسپت قشنگی دارین. عزیزم. آره شهاب یادته ما چند سالم دیگه میشناسیم؟ فکر میکنم از کجا یادته؟ 90 سال 91 بود فکر میکنم. من فکر کنم اون سال. آره 91 بود. اون زمان من عکاسی میکردم، سر پروژه عکاسی کتاب عکس ترقبه بود. آره ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. ما ازت عکس خریدیم. 14 سال میگذره. آره توی تهیه عکس زحمت کشیدی و که عکس قشنگی شما و دوستان دیگه. آره من آقای پردل اون زمان با هم دیگه رضا پروژه عکاسیشو انجام دادیم و کتابش هم چاپ شد. خیلی کتاب خوب و ماندگاری هم شد. البته خیلی از عکاسای دیگه هم آره آقای قمولو بود. آره بسیم قمولو که الان ایران نیست. یه دوست دیگه بود از اداره عکسای سازمانی داشت، عکسای خوبی داشت. آقای خیلی‌ها بودن تو مجموعه. آره 7 تا عکاس بود. ما برای شاندیز هم عکاسی رو انجام دادیم ولی پروژه انجام نشد کتابش. یعنی در راستای همین بعد دقیقاً شبیه به همین بود. کل عکساش با ما بود ولی درسته پروژه‌اش انجام دادیم عکاسیشو ولی خب انجام نشد. پروژه‌اش با شهرداری مثل اون زمان به نتیجه نرسیدن و درسته واسه دوستیمون خیلی قدیمیه. قربونت برم. واسه افتخارمه. مرسی. منم همینطور همیشه لذت بردم. چی شد که رسیدی کافه؟ من چون قبلا در مورد کانسپت خود لاوانو صحبت کرده بودیم یه توضیحاتی به من داده بودی ولی خب دوست دارم دوباره از زبون بشنوم این موضوع جزیره رو بگی دوباره. خیلی جذاب بود برای من. ببین اصلا اومدنم به سمت کافه خب من سالیان سال علاقه داشتم به این فضا و خب همیشه هم دنبال علاقم بودم توی چند سال. یعنی اون عکاسی که می‌کردم علاقم بود بسیار بسیار زیاد. همچنان هم هست. اگر تایم داشته باشم عکاسی می‌کنم ولی علاقه دیگه هم همین کافه رستوران بود و توی این چند سال من با بیوان شروع کردم و خب بیوانم واقعا برام یه پروژه بسیار بسیار پرتجربه بود. پرتجربه و پرچالش و خیلی درسای زیادی داشت برام. و خب بعد از بیوان یه شرایط سختی بود برام، خیلی خیلی زیاد و استرس زیادی بود، از لحاظ روحی خیلی برام سخت بود و این تصمیم رو گرفتم که کانسپت ساندویچ با نون فوکاچیا رو توی مشهد اجرا کنم. اولش اسمش مشخص نبود، یعنی اول
این کانسپت تو ذهنم بود که بیام اینو که توی مشهد کمه و جاش خالیه، این ساندویچو بیام اجرا کنم. تا مثلا 3 ماه مونده بود به 2 ماه 3 ماه مونده بود به آماده شدن مجموعه، من از اون حال روحی شدید بدی که داشتم حس خوبی پیدا کردم، واقعا به آرامش رسیدم به خاطر شروع این کار. و خب این حسه یه چیزی داشت برای من، یه حسی داشت که انگار از توی تلاطم دریایی داری میرسی به یه جزیره‌ای، به یه ساحل امن و آرامشی که این قرار کلی داستان داشته باشه، قرار کلی اتفاقات براش بیفته. و خب به خاطر اینکه تجربه زیست چند ساله‌ای داشتم تو جزایر جنوب و خب علاقه‌ای به خود جزیره لاوان، سعی کردم که هویت رو از لاوان الهام بگیرم و کلاً داستان خود لاوانو داستان برداشت سورئالی از زندگی خودمه. تو نقاشی‌ها میاد، تو نقاشی‌ها میاد، تو استوری تلینگ خود برند هست. استوری تلینگ قشنگ داری خیلی و قرار این ادامه پیدا کنه. ما توی قبیله خودمون که با دوستام هستیم کاراکترهای مختلف داریم، مثل نمیدونم منجم قبیله، آتشبان قبیله، تبربان، همین کاراکترها. میخوای بیاری تو بازی اینا رو؟ آره، از روی همین تابلوهایی هم که الان تصویرسازی شده و اومده، اینا همش داستان داره. کاراکتر هر ماه، هر چند ماه یه بار که حالا داستان داره میاد، این کاراکتر میاد با یه نفر از این اعضای قبیله آشنا میشه و از هر کدومشون یه پندی رو میگیره، داستان رو. و همه این داستان حول محور یه تایتلیه به نام در جستجوی من گم شده. یعنی اون کاراکتری که اول رسیده بود به جزیره رو پیدا کرده بود، از اون طوفان رسیده بود به جزیره، این داره دنبال خودش میگرده در اصل تا خودش رو پیدا کنه و هر سری توی این مسیر یکی از اعضای قبیله رو میبینه و ازشون یه پندی میگیره و میره جلوتر. و این توی کانسپتمون هست. و چیز دیگه هم خدمت درس کنم، ما اینجا باشگاه مشتریانمون به عنوان چیزی به نام باشگاه مشتریان نیست، مهمونامون همه به عنوان هم قبیله‌ای های ما هستن، جزوی از یه قبیله ان که حالا براشون پلن‌های یه بارم صحبت کردیم با هم، قرار شد یه المان آره اون همچنان توی برنامه‌ام هست که اجراش کنیم، چون واقعا اینجا چیزی که مد نظرم اینه که یه حس خودمونی، یه همزادپنداری و یه حس آرامشی بگیرم و اون حداقل ترین چیزی که دارم اینجا میفروشم ساندویچمه، ولی بیشتر اون بحث حس است، اون بحث ارتباط گرفتن است و اینکه بتونم اون مفهوم در جستجوی من گم شده رو بتونم اجراش کنم و برسونمش به مخاطبم و اونو درگیرش کنم، خیلی برام اهمیتش بیشتره. یه پادکست هم داری، لاوانو. من چند قسمت شدیدم، خیلی کیف کردم. فکر کنم مخاطبت کلا کافه، یعنی کافه دارا و رستوران داراست. از پادکست لاوانو اگه بخوام برات بگم، دیدم توی مشهد واقعا فضای گفتمان توی همسنفای ما خیلی کمه، مخصوصا توی سوشال مدیا جایی نبود که بچه‌ها با هم دیگه بشینن صحبت کنن و از تجربه و مسیری که اومدن و برندی که ساختن، اون کاری که دارن انجام میدن، چراغ جایی رو که دارن روشن نگه میدارن، کسی رفته باشه و ازشون پرسیده باشه و تجربیاتشو جمع کنه. خب گفتم که چی از این بهتر، چون خودم خیلی علاقه به فضای پادکست دارم و یه پادکست دلی هم چندین ساله دارم، رادیو باوان. برای این شدم که این باوانه قبل از اون بیوانه است. آره باوانه در کردی میشه جگرگوشه، مثلا میگم باوانم. بعد بیوانه رو از اون برداشتی یا نه اصلا ربطی هم نداشت، خیلی نزدیک به هم، بی ارتباط هم نبود. یعنی توی کانسپت بیوان، چون واقعا یه مجموعه بود که کانسپتش بر این بود که شما این حس تک بودن، حس خاص بودن رو بده به آدم و این تو تمام المانای اونجا رعایت کرده بودم و بیوان به عنوان یک باش، بهترین باش. بعد مشتقات مختلفی هم داشتیم ازش که میشد شعار خود مجموعه، مثلا بی پرفکت داشتیم، بی فری داشتیم، هر بخشی از مجموعه قسمتی دیگه یه اسمی داشت. بعد جالبه که یه پادکست به نام باوان داری، هنوز هم فعاله، یعنی دیگه ضبط نداری ولی اپیزود رکورد شده دارم، ولی خیلی شلوغ پلوغ هم نذاشتم چون خیلی دلیه، مونولوگه، یعنی خودت صحبت. آره اون عاشقانه است و خیلی دلیه، واقعا هم آماتوره، چون من هیچ نه تخصصی دارم در پادکست دیگه، زمینه پادکست جدید برنامه‌های بالاست دیگه. اینا همه قطعه پازل به نظر من که کنارم قرار میگیره. دیوان، باوان، جزیره، نمیدونم، اینا همه توی مسیریه که دارم میام جلو. و خود پادکست لاوانو خیلی خیلی برام ارزشمنده، چون با بچه‌ها که صحبت میکنم همشون یه تجربه خاصی دارن. مسیر زیسته‌ای دارن که مسیر رو اومدن جلو که خیلی پشتش کلی داستان داره. داستان چالشه و چه مسیر سختی رو اومدن جلو و خیلی خیلی کمک کننده و الهام بخشه برای کسایی که الان میخوان شروع کنن کارو. و من
صرفاً با مثلا فاوندرها صحبت نمی‌کنم، مثلا با یه عکاس صحبت کردم، محمد نظری عزیز که خب این عکاس تخصصی کافه رستورانه، از ابعاد مختلف آره. درگیر این فضای کسب و کار هست. دقیقاً کسایی که دوست دارن مثلا بیان شروع کنن عکاسی و تولید محتوا تو این سن، خب چه یه نفری دیگه چه مسیر رو گذرونده اینجا، اینا گوش کنن خیلی براشون الهام بخشه و خیلی پیام و دایرکت‌های خوبی هم میگیرم که بهم میگن آقا ما مثلا توی یکی از اپیزودا بود که محمد کاظم ذوقی کافه آو آره داشت از مسیری که اومده جلو و چه چالش‌های سختی رو پشت سر گذرونده داشت صحبت میکرد و خیلی‌ها پیام دادن که واقعا ما الان در همین نقطه هستیم. داستان کروناشو من گوش دادم. آره داستان کروناش دقیقاً اتفاق خوبی هم بعدش براش افتاده بود سر واقعا و این به خاطر اون تلاشی بود که تو اون لحظه کرده بود و پاش واسطاده بود و بعد خیلی‌ها به من میگفتن که آقا مثلا ما الان تو همون شرایط سختیم و حرف اینو که شنیدیم خیلی برامون یه نقطه امیدی بود. آره کرسی امیدی بوده و تونستیم که ببین چاپ من خودم حالا منم دقیقاً تو حالا کسب و کار خودم که چاپیکو و با هم داریم کار می‌کنیم، حوزه بسته‌بندی رو با هم داریم کار می‌کنیم. منم درگیر همین اتمسفر کافه هم هستم به نوعی. یکی از بخشایی که داریم کار می‌کنیم همینه. به این رسیدم که باید عمق داشته باشیم. یعنی اگه مثلا قرار در مورد بسته‌بندی ما فکر بکنیم، خیلی همیشه ذهنم درگیر این بود که خب همه که دارن کلی چاپخونه است، کلی استودیو است، داره کار می‌کنه. برای همین ما اومدیم یه بخش کوچیکی رو گرفتیم که خود تخصصی‌تر روش کار بکنیم، کافه رو انتخاب کردیم و باز صنعت غذا خودش خیلی گسترده است. دنیاییه. آره اون قسمتی که من خودم تمرکز کردم روی یعنی تیممون کار کرد رو همون بخش کافه. این که نشستیم اینجا هم صحبت می‌کنیم با همین روی کرده، یعنی که ما با هم ساعت‌ها نشستیم قبلا صحبت کردیم با دوستان دیگه هم اونایی که با هم حرفمون به هم خوش میاد نشستیم گپ و گفت زدیم که به همین عمقه برسیم. من اعتقاد دارم مثلا وقتی می‌خوام در مورد بسته‌بندی یک کافه صحبت بکنم باید بشینم ساعت‌ها صحبت بکنم، بفهمم کانسپتش چیه، اون داستان جزیره رو بشنوم، این که اصلا چی شد که رفتی سمت کافه، از تولید محتوا من میدونم فضای تک و اینا هم کار کردی، برنامه‌نویسی هم فکر کنم. من شبکه خوندم شبکه خوندم و یه دوره‌ای هم کار می‌کردم، شرکت داشتم و تو اون حوزه هم بودم. این بک‌گراند رو من تا هر چقدر بتونم عمق بیشتری پیدا کنم میتونم بیام تازه تو یه سولوشن خوب به اون کافه یا کسب و کار بدم. اینم در مورد تو هم همینه، یعنی هر چقدر عمق پیدا کنی تو استوری تلینگ، توی روابطت با شبکه‌ها، به نظر من خیلی کمک کرده که الان جای خوبی واسه دادی. قربونت برم. واقعا مشاورات خیلی خوب بوده، من همیشه ازت یاد میگیرم و استفاده میکنم. اینکه دنبال این هستی که بتونی یه مشکلی رو حل کنی، یه چالشی رو حل کنی و اینکه اصلا خلاقیت رو هم اضافه کنی به مجموعه ها، خیلی کمک بزرگیه. چون خود صاحب یک مجموعه انقدر درگیری‌های مختلفی داره، انقدر شرایط سختی داره. یکیش اینه که اصلا یه سر فقط باید دنبال این باشه که با ادارات مختلف سر و کله بزنه. درگیری مالی هست، افزایش قیمت‌ها هست، نمیدونم تورم، همه این داستانا. بعد تو اسکیل کافه یه جوری نیست که بگی سازمان مدیریتی پشتش باشه، خودتی و خود فاندر و نهایتا بچه‌ای که تیم و اینم یه بخش کار اصلا نیرو انسانیه. منو بسیار الان چالش بزرگیه نیرو انسانی و این که شما میای یه راه حلی میدی به یه مجموعه خیلی ارزشمنده. چون مثلا راه حلی که به خودم دادی کلی هزینه‌مو آورد پایین‌تر تو چاپ، خیلی راحت‌تر کرد چاپو و اینکه تو همون صحبتایی هم که با هم دیگه داشتیم دنبال اینیم که راحتی و آرامش و کیفیت کار رو اضافه کنیم برای مهمان. یعنی که اون لحظه که بسته رو باز میکنه ما که حداقل باید کیفیتمون رو در بالاترین سطح نگه داریم. اون مقدمه کاره، اون که حداقل کاره. ولی بعد از اون وقتی که مهمان داره بسته‌بندی رو باز میکنه درگیر داستان هم بشه. اینکه باز میشه سفره‌ای باز میشه، میتونه تو ماشین، توی خونه مثلا آشغالاش دور نریزه، هم بازیافتش هم بازیافتش. ما چقدر با هم دیگه سر این صحبت کردیم که من یه خاطرت باشه من موزلی داشتم که این پکام موقع جمع شدن خیلی فضا میگیره. بیایم روی این صحبت کنیم که این کار جدیدی بکنیم، یعنی با هم انجام ندیم ولی خب اینکه جمع شدنش هم نشستیم کلی ساعت رو فکر کردیم که بازیافتش چیکار کنیم که راحت جمع بشه. 5 6 تا جعبه تو خونه سفارش میدن مثلا این رو هم بخوابه زیادی کمی بشه یا مثلا کارپستاله رو برنامه براش بذاریم. داستان کارپستاله خیلی اثرگذار بود، خیلی خوب بود، بازخورد خوبی گرفت و اینکه این درگیری‌ها رو بیشتر میکنه دیگه با مخاطب، با مهمان. به خاطر اینکه الان فضاییه که نسل جدید کافه رستوران‌ها حداقل خیلی رقابتیه. یعنی تو اگه فقط صرفا بخوای بیا یه غذایی رو یا یه قهوه نوشیدنی رو بخوای ارائه کنی این چیزی نداره، چون نوشیدنی و غذای با کیفیت در سطح شهر بسیار زیاده، خیلی زیاده. ولی اون وضعیت رقابتی که میتونی داشته
داشته باشی اینه که حالا روی استوری تلینگت کار کنی، روی اینکه بتونی درگیری بیشتری، درگیری حسی بیشتر با مخاطبت داشته باشی و اینکه اون حس تعلق رو پیدا کنه به برنده. این خیلی ارزشمنده واقعا برای مهمان و باید تلاشمون رو بکنیم که این کار انجام بشه و خیلی مجموعه خوبی در سطح شهر هستن که این کارو دارن انجام میدن و موفقن و همون نسبت هم باز مجموعه هایی هستن که دارن با سرمایه‌گذاری‌های زیاد ولی خب این خروجی که میخوان خروجی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر ماندگاری نداره. خیلیشون آره ماندگاری درستی نداره. به خاطر اینکه یکی از این پایه‌هاش لنگ میزنه. یعنی تو اگه صرفاً رو بسته‌بندیت کار کنی، کیفیت خوب غذا نداشته باشی، این برندت درست نباشه، استوری تلینگ خیلی پایه‌های اساسی و مهمیه که باید همش هم رعایت کنی. و یه چیز دیگه، برند زنده است. واقعاً مثل یک بچه است. همون جور که باید بچه به سلامتیش فکر کنی، به رشدش فکر کنی، به تفریحش فکر کنی، به تغییر ذائقه‌اش فکر کنی، برند هم واقعاً اینجوریه، پویاست و زنده است و هر روز باید به فکرش باشی که آپدیت نگهش داری. این تو چاپیکو هم خیلی دیده. اینم دقیقاً آره ما خیلی زنده است. سعی می‌کنیم. نه من واقعا من خودم رضایت ندارم از اون شرایطی که هست ولی برمیگردم عقب یه چیزی نگاه می‌کنم. دیگه درگیر این قضیه هم هستیم آره. ولی اینه که دقیقاً دغدغه خود منم اینه که هم هرچی بتونم از ابعاد مختلف به کار نگاه کنم، یکم صبر کنم، یه ذره رو برندا واسم، رو سولوشن فکر کنیم، ساده لوحانه به قضیه نگاه نکنیم که فقط رو متریال و ابعاد و اینا نگاه نکنیم، سولوشن‌های بهتری بدیم به کار. این خیلی ارزشمنده دیگه. این اتفاق ارزشمنده. شما بیای راه حل بدی. آقا مثلا من الان یه مشکلی دارم برای بحث بیرونبر مثلا نوشیدنی‌ها. بعد من که نمیرسم برم سرچ کنم بگردم یه راه حل پیدا کنم. این راه حلشو واقعا چون مجموعه دیگه هم خیلی من ندیدم حقیقتا که حوزه کاری شما که بیاد اینجوری سولوشن بده، بگه آقا مثلا بیا من این کارو برات میکنم، اینقدر هزینه‌ات کمتر میشه، یا این کارو برات میکنم یه مشکلی رو از مهمانت حل میکنم. مثلا همین معضل حجم زیاد بازیافتی‌ها واقعا معضل مهمیه. هم از لحاظ ذهنی که خب این همه زباله داره تولید میشه، اینا رو چیکارش کنیم، و همین که حجمش زیاده، این واقعا یه چیزیه که میشه حلش کرد. و جدا از اون بحث خلاقیت که میاد تو کار، یه گیمفیکیشنی هم مثلا راه میفته. قرار حالا اونم توی بسته‌بندی شروع کنیم. فقط یه محصول غذا رو نمیخره مشتری توی لاوانو. من دارم اون حس تعلقه، اون داستان مجموعه که باز خودش رو جای اون بذاره که اینو توی چیزا هم گذاشتم، تو کارت پستالا هم هست. چی داری؟ این کارت پستالا رو من خیلی باحال کردم. موقع چاپش کیف کردیم و خیلی هم خودم هم دارم تو کیفم همین الان. آره خیلی. چه بازخوردی گرفتی از اینا؟ فکر کنم خیلی ترکون. خیلی بازخورد خوبی بود. یعنی انقدر برامون استوری میکنن که اینو گذاشتن توی مثلا روی یخچالشون زدن، تو اتاقشون گذاشتن، توی قابشون. اسمشون هم می‌نویسی فکر کنم. آره میپرسی ازشون یا نه؟ مثل مهمونای حضوری رو میپرسیم ازشون و بهشون تقدیم میکنیم. مهمونای ارسالی هم چون اسمشون توی سیستم هست اون رو می‌نویسیم. گاهی اوقات هم یه جمله‌ای براشون می‌نویسیم. یه بار من اومدم اسمم ننوشتم، خیلی ناراحت شدم. چرا اسمم نپرسیدن؟ فکر کنم سالینا رو پرسیدن یا نه؟ فکر کنم آره، فکر کنم خودم بودم اون شب. خیلی ناراحت شدم. یعنی وقتی این کارو می‌کنی واقعا با روح روان بازی می‌کنی. یعنی جوری شده که مثلا اگر نذاریم توی بسته‌ای اون زنگ میزنن پیام میدن چرا نذاشتی برام؟ علتی داشت یا نه؟ آره چرا نذاشتی مثلا برامون، چرا اینقدر دوست دارن و اینقدر میدونی اون حس تعلقه اون خیلی توی این که بهشون دادیم داری حس میفروشی دقیقاً. آره میدونی این یه چیز کاملا شخصی سازی شده برای مهمان دیگه. دارم اسم خودشو می‌نویسم، دست‌نویسه و دارم بهش میدم و جملاتی هم که خب روش می‌نویسیم این خیلی براش حال خوب میاره. خیلی‌ها استوری میکنن که آقا مثلا روز بداهت نه بهشون کانسپت دادی بچه‌ها؟ نه کانسپت دقیقاً جمله‌ها طبق کانسپتمونه. یه نویسنده دارم، کپی رایتر کانسپت لاوانو، مهتاب قجاوند، که بسیار نویسنده کاردرستیه، کتاب داره چند تا. کل داستان لاوانو رو اون داره. من تعریف میکنم از تجربه خودم، تجربه پیرمرد و میاد اونو به صورت سورئال در میاره. جالبه. الان نقاشیام که من میبینم و از قبلم دیده بودم و چیزای جدیدم که داریم میبینیم فکر کنم یه داستانایی داره شاپ. آره تمام نقاشیایی که داره تکمیل میشه انگار کتاب داستانه. دقیقاً توی مسیر داریم میریم جلو که حالا انشالله در آینده بچه‌ها طبیعیه. محمد نه صدای دیگه، صدا سوس بود فکر کنم. فکر کنم از بچه‌ها خودشون بچه‌ها در حال رکوردیم. خب به سوسا بگین یک خورده فکر کنم دهن صدا در آورد.
تصویرسازی ها همه بر اساس کانسپت خود لاوانوس تصویرسازی میشه. تصویرساز دارم که برام همه رو تصویرسازی میکنه و خب داریم یه داستانی رو داریم میریم جلو که انشالله در آینده اگر که خدا بخواد و یه انتشاراتی هم بزنیم، یه کتابی ازش چاپ کنم. آره خیلی داستان زیادی داره. مثلا داستانی که الان رو همین تصاویر هست روی بسته‌ای که الان پک سیب زمینی مونه، مثلا این سایز، داستان خود کاراکتریه که رسیده جزیره، داره جزیره رو میبینه و قدم میزنه و میره توی مسیر دیگه از بخشای مختلف جزیره. توی مسیر میخوره به این داستان ماه خردادمون بود توی جزیره، میخوره به آتشبان رو میبینه، باهاش صحبت میکنه و یه پندی از آتشبان میگیره و در مورد نگاه آدم‌ها به زندگی ازش سوال میکنه که آدم‌ها چجوری نگاهشون چه فرقی میکنه. انگار کاراکترها دارن یکی یکی وارد داستان، کاراکترها آره یکی یکی دارن وارد میشن و در مورد آسمان شب مثلا خرداد صحبت میکنه و شب میاد اونجا دور آتیش میشینن و این گپ و گفت رو دارن. اینا همش توی قالب تصویرسازی اومده. درسته. و این کاراکتر قرار دور بزنه توی جزیره، چون بخشای مختلفی داره جزیرمون، بخشای خیالی جالبی داره، کاراکتر مختلفی هم داره که خب با همه اونها صحبت میکنه، پندی میگیره. و همین تصاویر سورئالی که گفتم بهت هست، مثل اینکه الان اون کاراکتر تو قایق نشسته ولی دشتی از آفتابگردونه داره، که دشتی از آفتابگردون داره با قایق و یه پک لاوانا هم که اونجا هست. پک ساندویچش هم هست. پک ساندویچش هم هست و داره اونجا میره. تمام این جزئیات، این کارت پستال غیر از اینکه شخصی سازی شده است، یه دعوتنامه از طرف رئیس قبیله است. رئیس قبیله داره، اون رئیس قبیله داره دعوت میکنه. آره رئیس قبیله داره دعوت میکنه ازش که بیا این کیو آر کد رو اسکن کن، مشخصاتش رو وارد میکنه و میاد تو اون باشگاه مشتریانمون که اسمش هم قبیله است. هم قبیله. آره هم قبیله ما میشه. و خب برای هم قبیله ها پلن‌های مختلفی داریم، مثل پلن‌های حداقلیش اینه که تخفیف براشون در نظر میگیریم به مناسبت‌های مختلف، مثلا شخصی سازی شده براشون، مثلا توی عید کارت پستال ها به همراه یه گلدون خونه‌شون ارسال شد برای تک تک مهمونا. جملاتی هم که داره نوشته، مثلا یکی اینو اگه برات بخونم روش نوشته مثل سکوت هنگام طلوع بعد از حرف‌ها و خنده‌های دور آتش. خب این خودش خیلی حس میده دیگه به مخاطب. باشا هر ایده‌ای که میدی یه جور ایده بده که ما بتونیم اجرا کنیم لطفا. چون یه بار اون ایده خیلی سخت بود. آره یه هدیه ولی همچنان تو ذهنم هم به فکر اون باکس گفتی یه صندوقچه‌ای می‌خوای بذاری و بعد نمیدونم به فکر باز تهیه‌اش به افتادیم، بعد دیدیم که خیلی اجراش خیلی پیچیده هم جایی نمیشه اون چیزایی که داخلش رو بتونیم اجزای مختلف و متریالش رو بتونیم اجرا کنیم و همین که واقعا اجراش هم سخت. ولی خب دنبال این هستم که کار خاصی انجام بده، خلاقیت باشه تو. من که خیلی لذت می‌برم هر موقع میشینیم در مورد کانسپت جدید حرف میزنیم. قربونت برم. یعنی خودت مثلا میگی خیلی خوب فهمیدم، اوکی گرفتم. نه واسه هنوز ادامه داره داستانه. ولی خب چیزایی که توی ذهن آدم تا بخواد اجرایی بشه واقعا سخته دیگه، هزینه زیادی داره، شرایط اجراش سخته و خب آره باید همه چیو در نظر بگیریم، کار درست حسابی انجام بدیم. با هم دیگه باز کارهای بزرگتر و کارهای منم خیلی ادامه دارتری دوست دارم همراهت باشیم همچنان. قربونت برم. از نقطه نظراتم آگاه بشیم، به اون بگو اجرای کار میلنگه، عزیز دلی، نه کار نمیدونم کیفیت، واقعا محبت داشتین خودت و تیمت. خیلی من خیلی اذیتشون میکنم. خب سر همین بسته‌بندی‌ها، سر تایم، گاهی اوقات اصلا دیر میرسه، میگم بسته تموم کردم، جون من هر جوری شده برای من جوار برسون. ما 2 تا اکت انجام میدیم وقتی با مشتری‌ها در ارتباطیم، مثلا بلند مدت. چاپخونه‌ها که ما که چاپخونه نیستیم ولی کانسپت هم کسب و کار ما رو به بدقولی میشناسن هم. یعنی چاپخونه‌ها که بدقولن، طرف مثلا کارت ویزیتش تموم شده میگه ببخشید چاپخونه بدقولی کرد، اصلا سفارشو نده. ولی اون ور قضیه هم داریم که بعضی کارا رو در بعضی شرایطی که بتونیم بخوایم کار درست انجام بشه، مثلا از صبح شب آخر شب به ما سفارش میدن، فردا شبش کامل تحویل میگیرن. دو سمتشو داریم ولی خب اون ور قضیه هم بعضی موقع دست به دست هم میده، کار پیش نره. میدونم ولی من اذیتتون میکنم دیگه خیلی. ما اذیتتو دوست داریم. قربونت برم. عزیز دلی. ممنونم ازت. مرسی که وقت گذاشتی، منم حال کردم. باعث افتخارم بود که باهات صحبت کردم. مرسی از دعوت. کار جدیدم، شعبه جدیدم بچرخه. قربونت برم. همین ان شاء الله به زودی اونم افتتاح میشه. مرسی. قربونت برم. دمت گرم.